نمیدونم این شوخی رو شنیدی یا نه که میگن اگه از بارتندر لیمو رو بگیری فلج میشه. بیاد بگم این قضیه از کجا شروع شد. میان یه نوشیدنی درست میکنن که به شدت بدمزه است. چرا؟ به خاطر اینکه فهمیدن توی نوشیدنی از انواع سیروپ‌های مختلف و میزان زیادی از سیروپ استفاده میکنن و نمیتونن شیرینی اون سیروپ رو کنترل کنن. و حالا شمای بارتندر واسه اینکه بتونی طعم نوشیدنی تو درست کنی مجبوری از حجم زیادی لیمو استفاده کنی. و این شوخی بین اکثر باریستاها، با احترام همه باریستاها، بین باریستاها مد شده بود که اگه از بارتندرها لیمو رو بگیریم فلج میشه و به عنوان یک بارتندر باید بهت بر بخوره، چون خیلی زشته این حرف و ما ادعا داریم که میتونیم از هر چیزی برای ساخت نوشیدنی استفاده کنیم و هیچ محدودیتی توی شغل ما وجود نداره. ببین اصلاح کننده طعم خیلی ساده است، نمک. شما قرمه سبزی با اون عظمت رو نگاه کن، نمک نداشته باشه بی طعمه. سالاد شیرازی با اون عظمتش نمک نداشته باشه طعم نداره. ببین راجع به نمک اگه بخوام توضیح بدم توی این ویدیو جا نمیشه. شما میتونی یک نوشیدنی رو بدون استفاده از شکر شیرین کنی. شما میتونی طعم سیروپ هربال ها رو آرومای بیشتر و طعم‌های جذابتری ازش آزاد کنی. میتونی طعم سیتروسی توی نوشیدنی تو بولد کنی فقط با نمک. پس امیدوارم فهمیده باشی که لیمو اصلاح نمی‌کنه. لیمو تنها کاری که انجام میده ترش کردن نوشیدنیه. اگه میخوای بارتندری رو اصولی یاد بگیری و با مباحث میکسولوژی آشنا بشی، حتما پیج من فالو داشته باش و از داخل قسمت هایلایت دوره میکسولوژی رو ببین.